Shut down the Iranian embassy! Shut down Center of Terrorism! Down with the Islamic Republic of Iran! The Islamic regime of Iran is a regime of poverty. More majority of 70 million of people of Iran are on the line of poverty. Even some people have to sell their organs. Some people have to sell their kidney to survive. Don't read the Islamic Republic of Iran. In the Islamic terrorist regime of Iran, women have no right. In the Islamic terrorist regime of Iran, if women choose the lovers, they condemn to workers in Iran. Stop stoning women in Iran. Stop sexual apartheid in Iran. Stop sexual apartheid in Iran. Shut down the Iranian embassy. Shut down the Iranian embassy. Down with the Islamic Republic of Iran. Free all political prisoners in Iran. Free all political prisoners in Iran. Free all jail workers in Iran. Free all jail workers in Iran. Stop execution in Iran. Stop execution in Iran. Stop stoning women in Iran. Stop stoning. Down with the Islamic اعدام نباشه، تو اون تاریخ نابرابری نباشه، تو اون تاریخ تجاوز اسلامی به دختر 9 ساله نباشه. ما تاریخ جدیدی رو برق میزنیم که شما رو به جرم جنایت بر علیه بشریت به دادگاه ها خواهیم کشید. رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی طی 32 سال حاکمیت ننگین خودش صدها هزار از بهترین فرزندان میهن ما رو به خاک و خون کشیده. رژیمی که فقط با اعدام، با شکنجه، با خونریزی، با تجاوز، با فقر و بیکاری و اعتیاد و فحشا فقط سر کار مونده. این رژیم باید نابود بشه. این ابتدایی ترین خواست مردم ایرانه. مای بر رژیم جمهوری اسلامی. Islamic regime down, down. We are all here for the purpose of our commonly shared struggle. We are all here to call for a proletarian revolution that eliminates the class division, abolishes private property, and diminishes wage slavery. We are all here to call for a humanist society where we do not divide but share the wealth that belong to all. We're here to call for a free society where no one is deprived of liberty, prosecuted for their beliefs, and imprisoned for their thoughts. And we're here to call for political, social, economic equality and all. نمیتونید جلوی مرگ خودتون رو بگیرید. ما صف میلیونی کارگران و زحمتکشان، ما صف میلیونی زنان برابری خواه آزادی، ما صف میلیونی مردم ایران در مقابل سفاکیت شماها وایسادیم و یک دم از مبارزه خودمون عقب نشینی نمی کنیم. مطمئن باشید مبارزه ما به ثمر میرسه. مطمئن باشید پیروزی از آن ماست.
با این اعدام‌ها و دستگیری‌ها هیچ کاری نمی‌کنید، فقط روز مرگ خود را سریع‌تر می‌کنید. و این را بدانید که این روزهای آخر سیاه زندگی شماست. در فکر این روزهایی باشید که شما مزدوران، شما رهبران جمهوری اسلامی، شما جنایتکاران اسلام در دادگاه‌های مردمی به خاطر 32 سال جنایت محاکمه خواهید شد. شماها را در پشت میله‌های زندان اوین، رضای شهر و زندان‌های دیگر ایران محبوس می‌کنیم به خاطر جنایت‌های ضد بشری که به نسبت مردم ایران روا داشتیم. خود عقب برانیم. در روزهای گذشته و در نتیجه اعتراضات جهانی و داخلی بر علیه حکم اعدام زندانی سیاسی حبیب الله لطیفی جمهوری اسلامی ناچار به عقب‌نشینی شد و این حکم را به تعویق انداخت. منتها این عقب‌نشینی مقطعی است و جمهوری اسلامی با دستگیری اعضای خانواده حبیب الله لطیفی در تلاش است صدای اعتراضات را خفه کند و در اسرع وقت این حکم را به اجرا درآورد. جمهوری اسلامی را میتوان زیر فشارهای بین المللی و خارجی به عقب‌نشینی وادار کرد و دست جنایتش را از جان فعالین سیاسی در بند کوتاه کرد. برای نجات جان حبیب الله لطیفی و برای نجات جان همه زندانیان سیاسی اعتراضات خود را گسترش دهیم و نگذاریم که جنایتکاران جمهوری اسلامی سیاست کشتار زندانیان سیاسی را پیش ببرند. سرنگون باد جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری، حزب کمونیست ایران. مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! کارگرم، من کارگر کمونیستم. من کارگری هستم که میخوام تو جامعه زندگی کنم که کار ملکی لغو بشه. این ماهیتش اعدام است. سالهای 60، 61 تا 62 یادمون هست روزانه صدها نفر از بهترین رفقای ما را اعدام میکرد و میگفت کمونیست بوده، منافق بوده، بهایی بوده و هیچ ابایی نداشت. الان همون رژیم سر کار هست، منتها توازن قوا فرق کرده. مردم ایران دیگه به این رژیم هیچ شک و شبهه‌ای ندارند و در سطح میلیونی بیش از 90% مردم مخالف رژیم هستند. به همین دلیل است که رژیم عقب‌نشینی کرده، توازن قوا فرق کرده. رژیم دیگه میترسه یک نفر که میخواد اعدام بکنه 10 بار باید فکر کنه. با سلام